انسان منافق همیشه به عمل غلط خود چی میخوره؟ قسم میخوره. اون مثل سپروار جور میکنه. پیش تکه فروش منافق که بیری قسم میخوره که قسم میخورم که اینمی تکه اصلی هست، این منافق است. پیش گوشت فروش های منافق که بیری خوب میفهمه که گوشت خارجی است. همین سیجی ها کس نه، مرغای یخ زدگی باز بعد میگه قسم میخورم که این گوشت خود ما حلال کردیم، در حالی که دروغ میگه. هیچ قصابی خودش ذبح نکرده بلکه او را آورده خارجی و یخزدگی و حرام سر مردم به نام حلال میفروشن. الله متعال میگه اتخذوا ایمانهم، این مردمای منافق سوگندها و قسمهای خدا میگیرن مثل چی؟ جنه، یعنی سپرواره. فصدوا عن سبیل الله، بازیا مانع میشن از راه الله، از تطبیق شریعت الله. فلهم عذاب مهین، الله متعال میگه بر از اینا عذاب است که خوب اینا را توهین و تحقیر میکنه. لن تغنی عنهم اموالهم، این با دروغای خود پیسه جمع میکنن، خانه جور میکنن، اولاد پیدا میکنن. الله متعال میگه با این منافقت خود اگر یا مال پیدا بکنه، لن تغنی، هیچ منفعت نمیرساند عنهم از ایشان، اموالهم مالهایشان، ولا اولادهم نه هم فرزندهایشان، من الله شیئا، از نزد الله هیچ چیزه، هیچ باز مالش و اولادش نمیتونه که این از عذاب الله خلاص بکنه. اولئک، همی گروه مردم، اصحاب النار، اهل دوزخ هستند، هم فیها خالدون، در دوزخ همیشه می باشه. یوم یبعثهم الله جمیعا، این میگه منافقات چی عادت دارن؟ این مردم های بیدین فکر میکنن که ما انسانها را با قسم های دروغ بازی دادیم، در روز آخرت هم از این قسم های دروغ استفاده میکنیم. الله متعال میگه که یا الله را بازی داده نمیتونه. چرا؟ انسان پیغمبر خو عالم الغیب نبود، از قلب کس خبر نبود. پیغمبر یا صحابه یا مسلمان ها رو تو فریب بیت، یا الله را فریب داده نمیتونی. الله متعال میگه یوم یبعثهم الله جمیعا، روزی که مبعوث کنه، زنده بکند یا برانگیزد الله متعال جمیعا، تمامی از اینا را، فیحلفون له، بازی منافقا به الله هم قسم میخورن، کما یحلفون لکم، مثل که به شما قسم میخوردن. و یحسبون انهم علی شیء، و یا تو گمان میکنن یا میپندارن که ما دیگه حتما کدام کاری کردیم تانستیم که اینجا هم از چال و فریب استفاده بکنیم. الا، الله متعال میگه آگاه باشید، انهم هم الکاذبون، این منافقات دروغگوی هستند. استحوذ علیهم الشیطان، میگه چرا این کارا را میکنن؟ میگه استحوذ، به خاطر که غلبه کرده بالای از اینا. کی؟ علیهم، بالایشان کی؟ الشیطان، و شیطان سر از اینا غالب شده. و امون نظریات خدا، چی شیطانای انسانی باشه و یا شیطانای جنی، اونا سر از این غالب شده، اندیشه و فکر زیر به غلط او گشتانده که تو میتونی هر کس فریب بیتی، با هر کس چال بکنی. بس که همیال کافرها میگن سیاست کلش دروغ است، فکر میکنن با این دروغ خود میتونن مردم چی کنن؟ میتونن که مردم کلگی را قناعت بدن. حالا می بانک هایی که اول در افغانستان آمدن دروغ گفتن نه، یک دو سه سال خوب چلیدن، سال چهارم سقوط کردن، دیگه هیچ کس حالا پیسه را نمیمونه. حالا این بانک های شخصی اگر این پیسه چیز نباشه، پیسه برق و ماشین گپا را نگیره، این بانک ها سقوط میکنن. چرا؟ دروغ بالاخره مردم کشفشان میکنه. از این خاطر الله متعال میگه استحوذ علیهم، غلبه کرده بالای از اینا شیطان، فانساهم ذکر الله، باس بر اینا فراموش کرده یاد الله را، قانون الله را، شریعت الله را فراموش از اینا کرده.